سلام، در رادیو آزادی همراه و آنلاین هستیم. امروز درباره ترک تاجیکستان صحبت میکنیم و حق طلبی مهاجران تاجیک در روسیه که گاه برایشون بسیار گران میافتد. وقتی تو رو مراجعت تو رو قبول نمیکنن، بعد مجبور میشوند که گریزش در روند. یک پرسش رادیو آزادی درباره چرا تاجیکان وطنش را ترک میکنند بحث زیادی را در وبسایت ما برانگیخت. او گراجت میکنن چی میگن فکر میکنن بخیر میگریزن میرن. کاربر با نام حیران می نویسد سنت هجرت بود، هست و میماند. برزو در پاسخ به حیران نوشته است که خود را چنین تسکین ندهد. هجرت سنت است گفته خود را تسکین میدهند و روایت میکوبند ای بس تاجیکان همتان بگریزید این وطن را کی آباد میکند. آدمای دانشمندترینه که برای تویسون اونا ضرورن اونا رو راه نمیتن در یون خودخونه کار کردن. اونا رو هم حتی گوش نمیکنن. کاربر با نام شهروند لوکن میگوید سیاست‌های نادرست در تاجیکستان سبب دلسردی و ترک وطن شده است. او نوشته است ولی وقتی متخصص میخواهد طبق اختصاصش کار کند، از یک طرف انداز از طرف دیگر ساختارهای دولتی نمیگذارند. از همین سبب راه حل را در ترک وطن میبیند و سمت میرود که بتواند طبق اختصاصش کار کند، چون در دیگر کشورها متخصصان قدر دارند. اگر وضعیت ندارم میروند است دیگه زندگیشون تنظیم کردن. موضوع دیگری که بحث زیاد برانگیخت باز هم درباره آنهایی است که در بیرون از تاجیکستان هستند. بحث درباره بدرفتاری با مهاجران تاجیک در روسیه. آزادبک سالیف یک مهاجر تاجیک میگوید وقتی در روسیه ماموران پلیس او را نگه داشتند خواست شهادت نامه نشان بدهند ولی او را حق طلب نامیدند، دولت را کوب کردند. من با آنها گفتم من به عدلیه نمیرم، حجت های ما همش درست است. آنها مرا غلطاندند، یک دو تا زدند و به ماشین سوار کردند و با عدلیه دانیلوفسکی بردند. بحث زیادی در این باره در صفحه ما در فیسبوک ادامه دارد. لطیف رحیم میگوید در هر عائله یک ناقص هست. نه همه پلیس روسیه با مهاجران رفتاری بد میکنند. برعکس من سندهایم را گم کردم، با آنها مراجعت کردم، با من مناسبت خوب داشتند، مهربان بودند و قهوه ضیافت کردند. زرینه نعمت‌اللهی و با مهاجری تاجیک احسان گفته است که حق خود را طلب میکند. او نوشته است آفرین، اگر هر یک مهاجر ناترسیده حق خود را طلب کند، حامیان ترتیبات در نهایت خودسری را بس میکنند. شهرت لطیفی میگوید حکومتداران روس خودشان طرفدار بدرفتاری با تاجیکان هستند، از همین لحاظ به قانون شکنی های پلیس چشم میپوشند. بحث ها زیادند، وقتی برنامه کم، اما برای ویدیوهای جالب شما و بخصوص ویدیوهای مهاجران حتما جای مییابیم. این یکی را از سنت پتربورگ فرستادند و مخصوص برای آزادی آنلاین. تشکر و آفرین به مؤلف ویدیو و به همه شما که نظر و اندیشه‌هایتان را می‌نویسید. درد دل و اندیشه‌های خود را در ویدیو بگیرید و به ما ارسال کنید از طریق واتساپ، وایبر و ایمو و تلگرام و به شماره‌ای که می‌بینید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.